این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که میخواست با سیلی صورتش رو سرخ نگه داره. به مراکز هسته‌ای ما حمله کردن که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. البته ظاهرا عظما با وزیر خارجش هماهنگ نکرده بود و عراقچی بند رو آب داد. خب هم دوستان ما در سازمان انرژی اتمی مشغول بررسی آسیب‌ها و صدمات هستن که خب باید بگیم که کم هم نبوده. بالاخره آسیب‌های جدی وارد شده، اینها رو دارن بررسی میکنن، ارزیابی میکنن. البته تو نظام ولایت سگ صاحبش رو نمیشناسه و هر کس خر خودش رو میرونه. Bravo, marcha por ahí. Por ahí. Por ahí. Yo te dije que la varilla todo el metro. حالا که بحث فردو شد یه یادی هم بکنیم از شیخ فری و این حرفاش. یه روزی میگفتن فردو را به طور کامل ببندید چون این زیر کوهه. از ما میپرسیدن برای چی بردید زیر کوه؟ گفتیم خب از خودتون بپرسید. گفتن ما کاری نکردیم. گفتیم وقتی شما میگید روی میز یه چیزایی داریم، از روی میز شما ما ناچاریم بریم زیر کوه تا روی میز شما بشه بی تأثیر. شما تهدید کردید ما رو، ما هم رفتیم در عمق کوه، اونجا سایت درست کردیم برای غنی سازی. خلاصه که هوا پسه و عظما هم بد جوری زیر پاش خالی شده. Rain is very heavy here in Mexico City in this marginalized area where another one is gone. البته ترس اصلی عظما از جای دیگه است. این ترس رو خودش و مهرهاش بارها به زبون آوردن. دشمن خیلی در رابطه با اینکه مردم در این روند اگه اونا حمله کردن بیاد بریزن بیرون و اعتراض کنند و اعتصاب کنند حساب کرده بود که در نقاط مختلف کشور ما یه آشوبی را بندازند و بعد سوار این آشوب بشن. ببینید وضع چقدر خرابه که این پاسدار هراسونم مجبور شده به همین ترس اعتراف کنه. به نظر میرسید دشمن احساسش این بود که مردم کنترل خودشون رو از دست میدن، اعتراض خواهند داشت، اعتصاب خواهند داشت و اختشاش خواهند داشت. کارشناسایی که تا دیروز ژست مخالف میگرفتن هم به صحنه اومدن تا اینطوری هوای عمامه عظما رو داشته باشن. انتظارشون این بوده که مردم هم بریزن تو خیابون و فقط کافی است که ایران واقعا این چیز رو ادامه بده، این واکنش رو. عظما در یک کلام وضعیت لرزونی داره و پخ کنی کله پا میشه. به همه اینها ترس آخونده از ریزش بسیجی ها رو هم اضافه کنید. اما واسه این شبهه که راه افتاده که آقا ما این همه سال هزینه کردیم چند میلیارد دلار، چند صد میلیارد دلار، چقدر واسه هسته‌ای همش دود شد رفت هوا با این میشد چه کارایی کرد و اینا، اینو باید در موردش حرف زد. مثلا این پست روی کانالی گذاشته یه سری عکس از ورزشگاه و قطار و بیمارستان و خونه و اینا، بعد نوشته با 200 میلیارد دلاری که خرج هسته‌ای شد چه کارهایی تو ایران میشد انجام داد. به خصوص این که خیلی از پاسدارا و سرتشتک‌ها از قبل دل بسیجی‌ها رو خالی کرده بودن و گفته بودن نمیتونیم و نمیشه. اطمینان داشته باشید با وضعیت فعلی و با تجهیزات فعلی در مقابل تهدیدات آینده نمیتوانیم بایستیم. پس باید خودمان را آماده کنیم برای آینده. حالا تو این اوضاع و احوال برای دل دادن به بسیجی‌ها چی کار میکنن؟
یه نمونهش مثل همیشه قمپوز در کردنه. آقای ماکرون تو میتونی دیگه راحت بری توی دیسکو اونجا حال بکنی، یه ریز پرنده ممکنه تو رو به راحتی بزنه. اصلا اینا امنیت جهان رو زیر سوال بردن، به هم زدن، گریبان خودشون میگیره. اینا نمیدونن دارن چی کار میکنن با امنیت دنیا، فکر کردن با ترس. این جوجه پاسدارم اومد به زبون انگلیسی شاخ و شونه بکشه، اما نتیجهش چنین جوکی شد. Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. مشنگستان این هفته رو با یادآوری این حرفای عظما شروع میکنیم که الان تو 7 تا سوراخ قایم شده. رهبران آمریکا، رئیس جمهور و دولت مردان اصلی آمریکا بعد از قضیه 11 سپتامبر که به 2 برج نیویورک حمله شد، تا 2-3 روز از رئیس جمهور و معاونش و دولت مردان درجه 1 خبری نبود، گم و گور بودن. ما اینجوری نیستیم. ما اگر خدای نخواسته برای این ملت تجربه تلخی و امتحانی پیش بیاد، خود ما پیشاپیش ملت لباس رزم میپوشیم. البته از این خالی بندی ها توی نظام زیاده. ظریف هم یه زمانی از این چاخانها سرهم بندی میکرد. اگر پای ایران رو وسط بکشه، شما خیالتون جمع باشه که یکی از مقامات حاکمیتی اتفاقی واسش نمیفته، اونی که بمب میخوره مردم ایرانه. از همه خنده‌دارتر حرفای این جوجه توریسیان بسیجی بود. نمیتونن عزیز من، اینا تا موقعی که ما یمن داریم، محور مقاومت یمن داره، حزب الله داره، هشت شعبی داره، اینا رو داره، تا موقعی که قدرت نظامی داریم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اینا توان جنگیدن ندارن. البته الان اوضاع فرق کرده و پشت عظما بدجوری خالی شده. نه حزب الله دیگه به اون معنایی وجود داره که تا قبل از 7 اکتبر وجود داشت، نه حماس و جهاد اسلامی به اون معنا که جمهوری اسلامی بگه که این کارو بکنید اون کارو بکنید. هشت شعبی هم عملا دیگه چیز شده، دیگه عملا دندوناش کشیده شده. سوریه هم که وضعیتش مشخص دیگه مشخص شد، اینا اینجوری شده. اینی که از بابت نیابتی ها نگرانی ندارن. حالا که تا اینجا اومدیم، ریش رئیس جمهور عظما رو هم به یه خنده مهمون کنیم. ببینید جدیدن چی رو کرده. عمل کرده. یعنی اگه من کار کردم پول بدن، کار نمی‌کنم به من دارن پول میدن. برای چی وقتی من کار نمی‌کنم پول میدید به من؟ مشنگستان این هفته رو با این مشنگ عمامه‌دار به پایان میبریم که تو مسابقات پرت و پلاگویی حرفای زیادی برای گفتن داره. حاج قاسم مقدمی وقتی ما مهمونشون بودیم، ایشون مشغول نماز بود. تو رکوع که بود یک کسی در زد، ایشون به من اشاره کرد که در آواز کن. من رفتم در آواز کردم که فقیری پشت در هست. بهش گفتم من پول ندارم و اینا، داشتم چونه میزدم که پول آخه نیست، الان پول نقد نیست دست کسی. یکم این داره تو رکوع رو پاش میزنه. برگشتم آمدم داخل نگاه کردم، دیدم همونجور که تو رکوع بود پول از تو جیبش در آورد، چند تا 6 تا صدی شاید. به من اشاره کرد که بیا اینو بگیر بهش بده و همونجور سر نماز من رفتم پول ازش گرفتم، خدا میدونه به این فقیر دادم. اشکم در آمدم نشستم پشت سرش، همونجور که نماز میخوند نگاه میکردم، میگفتم ای خدا میشه یک روزی ما به این درجه از تقوا برسیم که این بدون هماهنگی بود. واقعا فقیر آمد و این پولا رو داد و این نمازش سلام داد، برگشت گفت که کو پیتزاها. گفتم پیتزای چی؟ گفت که مگه این پیتزا نیاورد. گفتم بابا فقیر بود. گفت فقیر چی؟ پیتزا.